سلام، من نینا هستم از گروه مشاوران. قرار خیلی خلاصه و شفاف درباره مدیریت نیروی انسانی و سرویس هایی که ما در این مورد انجام میدیم صحبت کنم. مدیریت نیروی انسانی یعنی کمک کنیم توان واقعی نیروی انسانی توی سازمان ها دیده و فعال بشه. ما کمک میکنیم استراتژی منابع انسانی دقیقاً توی مسیر اهداف کسب و کار قرار بگیره و به رشد سازمان کمک کنه. ساختار کاری ما مرحله به مرحله جلو میره. اول با جلسات و مصاحبه های تخصصی برای جذب منابع انسانی شروع میکنیم. کنار مدیران منابع انسانی و رهبران سازمان میشینیم. چالش ها، ساختار سازمانی و نیازهای واقعی کارکنان رو بررسی میکنیم. بعد بر اساس واقعیت ها راهکار مناسب طراحی میکنیم. بعد از اون میریم سراغ کوچینگ و آموزش. کوچینگ کمک میکنه مسیر رشد فردی و شغلی شفافتر بشه. آموزش ها مهارت های فنی و رفتاری رو تقویت میکنن تا کارکنان با انگیزه، توانمند و آماده آینده پرورش داده بشن. در ادامه فرایند منتورینگ رو اجرا میکنیم. با برقراری ارتباط بین افراد با تجربه و نیروهای در حال رشد، دانش منتقل میشه. رهبران آینده شکل میگیرن و تیم‌ها منسجم‌تر میشن. مرحله بعد کارگاه‌های نوآوریه. توی این کارگاه‌ها خلاقیت و همکاری تیمی تقویت میشه و ایده‌های جدید شکل میگیرن. سازمان‌ها راحت‌تر با تغییرات محیط کسب و کار هماهنگ میشن. در نهایت به آموزش کاربران و پذیرش سیستم‌ها میرسیم. در این مرحله کمک میکنیم کارکنان با اطمینان از فناوری‌ها و سیستم‌های جدید استفاده کنند. بهره‌وری بالاتر بره و سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال بیشترین بازدهی رو داشته باشند. در گروه مشاوران کنار سازمان‌ها هستیم تا نیروی انسانیشون به یک مزیت رقابتی واقعی تبدیل بشه. توانمند، متعهد و آماده رشد همراه با سازمان.